تو این ویدیو قراره قوانین عجیب کره شمالی رو با هم ببینیم. قبل اینکه من این قوانین رو بدونم فکر میکنم واقعا ما و افغانستان جزو بدبخت‌ترین کشورهایم، ولی الان واقعا اینطوری نیست. کره شمالی مثل یه زندان عمومیه، یه زندان خیلی بزرگ که 25 میلیون جمعیت داره. یکی از عجیبترین قوانینی که تو این ویدیو براتون آوردم مدل موه. توی کره شمالی مدل موتون باید به دستور دولت باشه، یعنی یه سری مدل موهای خاص هستش که آرایشگاه فقط اجازه دارن اونا رو انجام بدن و مدل موی جدید تو اون کشور نمیشه دید. تو سالگرد مرگ یکی از رهبران کره شمالی که پدر بزرگ این رهبرشونه، خندیدن و حتی بلند حرف زدن ممنوعه و جریمش هم اعدامه، یک سره میکشنه. رسانه هاشون به شدت تحت کنترله. هیچ فیلمی از خارج کره شمالی تو این کشور پخش نمیشه، هیچ فیلمی. و کلا 4 شبکه تلویزیونی دارن. اگه تو کره شمالی کسی مجرم باشه و جنایتی انجام داده، نه تنها خودش بلکه کل خانوادش باش مجازات میشه. برقراری تماس بین المللی داخل این کشور ممنوعه و به هیچ عنوان نمیتونی با فردی تو کشور دیگه ای ارتباط برقرار کنی. فرار از کشورم که ممنوعه، یه جورای غیر ممکن هم هست. کلا 3 نفر فکر میکنم از این کشور فرار کردن که اونم با کلی سختی بود و شانس هم یارشون بود قطعا، چون از مرزاش به شدت مراقبت میشه، به شدت. اینم بگم اگه فردی داخل کره شمالی فیلمی، سریالی یا حتی تماسی با فردی داخل کره جنوبی برقرار کنه، درجا اعدام میشه. اینترنت هم که قطعا ندارن و اینترنت ملی دارن. کوچکترین دسترسی به اینترنت بین المللی ندارن. مثلا کشورشون اینجوری که سال 2014 که داخل جام جهانی بودن، برگشتن و به مردم گفتن که ما قهرمان جام جهانی شدیم. مردم کلی خوشحال شدن، شاد بودن، خبری از بیرون نداشتن. حتی هیچ کدوم از فوتبالرها هم پخش نکردن. و بعد از 4 سال که دوباره مسابقات، نه بعد 2 سال فکر میکنم بود که مسابقات المپیک بود و چند تا ورزشکار از این کشور رفته بودن، موقع برگشتنش اومدن گفتن قهرمان جام جهانی 2014 آلمان بود و کلا تازه بعد 4 سال مردم فهمیدن داستان چیه. یه قانون عجیب دیگه ای هم که دارن اینه که عکس رهبرانشون تو خونه همه مردم باید باشه و بازرسی میشه از خونه و اگه عکس رهبران خاک گرفته باشن، کثیف شده باشن، شکسته باشن یا نباشن، کل اون خانواده به شدت مجازات میشه. مادری که تازه زایمان میکنه ممنوع ملاقاته و هیچ کدوم از افراد خانواده نمیتونن اونو تا 1 هفته ببینه و دلیلش هم اصلا مشخص نیست. رفتن به پایتخت کره شمالی بدون اجازه دولت ممنوعه. زندگی تو پایتخت کره شمالی نسبت به بقیه شهرها خیلی راحت تره و رفاه بهتری دارن مردمش، ولی اینطوری نیست که چمدونچو جمع کنی و بری پایتخت. بدون اجازه دولت اجازه رفتن به پایتخت نداری و با تیربار میگیرن رود. پوشیدن شلوار جینم تو این کشور ممنوعه که این به نظرم خیلی 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 دیگه عجیبه. شغلی که قرار تو آینده انتخاب کنین توسط دولت انتخاب میشه. اساساً شرعاً و عرفاً باید زندگی تو بسپاری دست دولت و همه کار رو اونا انجام بدن.
یه سری مترسک هستن که فقط باید وایسن و تنها راه زنده موندنشون هم همینه، چون رهبران به شدت دیوانه دارن و هر کی که به حرفشون گوش نده سریع میمیرن، سریع اعدام میکنن. یعنی هیچ قانونی نیست، قانون خودشونن. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی. مرسی که فهمیدین مردمانی بدبخت‌تر از ما هستن. امیدوارم روزهایی برسه که خوشحال‌تر از الان باشید. دوستتون داریم. خداحافظ.